برای معلومات خاطررسان میکنیم که بهر اشتراک در آزمایش مشترک وسیع حربی تعداد معینی هیئت نظامیان قوه‌های مسلح جمهوری‌های ارمنستان، بلاروسیا، قزاقستان و قرقیزستان و فدراسیای روسیه توسط مرزهای زمینی و فضایی کشور و مسلح و مجهز با تکنیک و لوازمات جنگی به مشق‌ها پیش بینی گردیده از سنه 14 تا 16 اکتبر سال روان وارد تاجیکستان شدند. مشق‌های مشترک مخصوصی وسیع نظامی کشورهای عضو سازمان اهدامه امنیتی دست جمعی تحت عنوان جستجو، اشلان و هماهنگی 2021 در چند مرحله تشکیل و براه مانده شده. اشتراکچیان نیروهای مسلح کشورهای اعضا یک قطار عنصرهای ضد تروریستی را عملاً کارکرد و تحریزی می‌نمایند. در این ردیف هیئت نظامیان قوه‌های مسلح کشورهای عضو سازمان اهدامه امنیتی دست جمعی بعد وارد تاجیکستان شدن الکی با گستردن خیمه‌های زیست و تشکیل دیگر شرایط‌های ضروری خدمتی و معیشی در مشقگاه نظامی حرب میدان قرارگاه موقتی بنیاد نموده آن را به میدان شرطی جنگ تبدیل دادند. بعد از بودوباش هیئت نیروهای مسلح تعیین شده قبل از شروع نمودن با کارکرد مرحله‌های مشق‌ها و عملاً تطبیق نمودن مطلبی به عنصرهای ضد تروریستی پیش بینی گردیده در میدان حدود مشقگاه نظامی حرب میدان صف آراستند و چون عنعنه با صدای سرودهای ملی و در یک وقت با برداشتن پرچم‌های دولتی بر آزمایش مشترک وسیع نظامی آغاز رسمی بخشیدند. در مراسم افتتاح مشق‌های مشترک نظامی نمایندگان قوه‌های مسلح کشورهای عضو سازمان اهدامه امنیتی دست جمعی در نزد اشتراک کنندگان این آزمایش وسیع حربی برآمد نموده دایر به هدف و ماهیت برگزار نمودن عنصرهای ضد تروریستی مطلب و مرحله‌های به آن پیش بینی گردیده اظهار اندیشه کردند و بهر با موفقانه و در هماهنگی کارکرد و تحریزی نمودن تمرین‌های مشترک نظامی به هیئت نیروهای مسلح در مشق‌ها شرکت کننده کشورهای عضو این سازمان برای کامیابی‌ها را تمنا کردند. بعد از انجام بخش رسمی یا خود آغاز بخشیدن مشق‌های مشترک وسیع مخصوصی حربی در میدان صف آرایی مشق‌های حرب میدان گذشت نظامی جزو تام‌های قوه‌های مسلح کشورهای عضو سازمان اهدامه امنیتی دست جمعی دایر گردید. طبق نقشه و موافق به مطلب مشق‌ها در برابر اشتراک 4000 نفر هیئت شخصی اینچنین در این آزمایش مشترک مخصوصی وسیع نظامی چرخبال‌های می-8 می-24 هواپیماهای هجوم کننده محاربوی و ضربه‌زن بمب انداز و قیر کننده زیاده از 500 عدد تکنیک‌های وزنین زیره‌پوش حربی واسطه‌های گوناگون ارتلری مقدار زیادی تکنیک‌های اتومبیلی سلاح و مهمات مختلف حاضر زمان حربی و دیگر لوازمات مخصوص نظامی در آن استفاده می‌شوند. عین حال هیئت تعیین شده جزو تام‌های قوه‌های مسلح کشورهای عضو سازمان اهدامه امنیتی دست جمعی از روی موضوع و مطلبی به مشق‌های وسیع نظامی پیش بینی گردیده به دور نهایی این آزمایش وسیع نظامی آمادگی همه‌جانبه می‌گیرند. در برابر برگزاری مشق‌های مشترک وسیع نظامی کشورهای عضو سازمان اهدامه امنیتی دست جمعی اینچنین در مشق‌های حربی حامیان حدود شهر کولاب نیز در یک وقت تمرین‌های حربی تاجیکستان و روسیه نیز ادامه دارند. با همین ترتیب دور نهایی مشق‌های مشترک جستجو، اشلان و هماهنگی 2021 23 اکتبر سال روان در مشقگاه نظامی حرب میدان به نقشه گرفته شده. آزمایش دو جانبه تاجیکستان و روسیه باشد روز 22 اکتبر در مشقگاه حربی حامیان جنبست و نتیجه گیری کرده می شوند.